سرخط مهمترین خبرها: قریب 900 محبوس آزاد شد. چرا خبرنگاران رها نشدند؟ پیشنهاد حکومت به مهاجران انداز سپارید و بعد نفقه میگیرید و قرض یک شرکت زیرتابع پارلمان را از مالیات بخشیدند. درود بینندگان عزیز، هفته نو را برای شما شاد باش میگویم. برنامه نوید بامدادی است با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان. امروز 24 مارس سال 2025 است. مقامات تاجیکستان میگویند که 897 محبوسی که بر اساس فرمان رئیس جمهور امامعلی رحمان باید آزاد میشدند از زندان ها رها شدند. به اطلاع رسانه‌های رسمی، آزادی محبوسان روزهای 21 و 22 مارس انجام شد. طبق اطلاع رسمی 897 محبوس آزاد شده، 87 نفرشان زن و 30 کسی دیگر نابالغ می باشند، اما نامناسب این شخصان نشر نشده است. مقامات تنها گفتند جزای آنهای بخشیده شده است که جنایت نچندان وزنین، میانه و وزنین کردند. فهرست نام آنهایی را که از ادای من بعد جزا آزاد کرده شدند نشر نشد و از این رو معلوم نیست که در میان آزاد شده ها شخصان نیز هستند که به قبل نزدیکانشان با اتهام های ساخته و یا دارای انگیزه های سیاسی به محبس انداخته شدند. در چند سال گذشته ده ها نفر از جمله خبرنگاران، فعالان مدنی و سیاستمداران را در تاجیکستان با اتهام های گوناگون به زندان انداختند، هرچند خودشان گفتند که گناهی ندارند. رادیوی آزادی با نزدیکان حداقل 3 خبرنگار زندانی صحبت کرد و همه آنها گفتند عزیزانشان از محبس رها نشدند. به قول مقامات بخشش به مناسبت جشن نوروز صورت میگیرد، ولی حامیان حقوق به دیگر سبب ها نیز اشاره میکنند، از جمله زندان های پر از محکوم شده در تاجیکستان. حکومت تاجیکستان درباره نفقه مهاجران مهنتی حجتی نو قبول کرده است. بر اساس این سند مهاجران برای در پیران سال نفقه خوب گرفتن از حالا می توانند اختیاراً اندازه اجتماعی سپارند. در سند که رادیوی آزادی 24 مارس به آن شناس شد آمده است مهاجران طریق برنامه اندازه من عریضه عاید به اختیاراً سپاریدن اندازه اجتماعی را پیشنهاد می کنند. حجم مبلغی که مهاجران می توانند برای نفقه شان سپارند در یک ماه نه کم از یک نشان دهنده برای حساب ها باید باشد. یک نشان دهنده برای حساب ها امسال 75 سومانی است و هر سال می تواند تغییر یابد. بر اساس ترتیب نو نفقه مهاجران مهنتی از حساب همین اندازه سپاریدهشان حساب کرده و پرداخت می شود. تامین نفقه مهاجران کاری تاجیک در روسیه سالها باز بحث می شود. پارلمان های دو کشور ماه اپریل سال 2022 سازشنامه را در این باره امضا کردند. یک از طلب های اساسی این است که شهروندان سابقه یا پیشینه کاری داشته اندازه اجتماعی داده باشند. نمایندگان آژانس سقراط اجتماعی تاجیکستان بارها گفتند مسئله نفقه مهاجران حل شده است. حالا در سندها مشکل حل شده است، ولی آیا در عمل حل شده است یا نه معلوم نیست. در گذشته بعضی از مهاجران شکایت داشتند که سالها در روسیه کار کرده اندازه مالیات دادند اما از نفقه محرومند. حکومت تاجیکستان قرض یک کارخانه دولتی را از مالیات یا انداز بخشیده است. در یک قرار حکومت که رادیوی آزادی 24 مارس به آن شناس شد آمده است 238,000 سومانی یا نزدیک 22,000 دلار قرض ریاست تعمیر و ساختمانی دستگاه مجلس نمایندگان بخشیده شود. این قرض تا 1 اکتبر سال 2024 جمع شده است. حکومت در گذشته هم قرض چند اداره دولتی را بخشیده بود. از جمله سال 2024 حکومت تاجیکستان قریب 135 میلیون سومانی یا 12.7 میلیون دلار قرض 2 شرکت زیرتابع خدمات علاقه را از مالیات بخشید. خدمات علاقه را آن وقت بکسبور خدای پرزیدنت امامعلی رحمان رهبری میکرد و ماه ینور امسال برکنار شد. انتقادها از گرانی انداز و هم دادن امتیاز به شرکت های نزدیک به مقامات قبلا هم صدا داده بود. هرچند مسئولین گفتند در تاجیکستان شرکت های خودی و بیگانه نیست. کارشناسان میگویند که دولت برای همه شرکت ها باید قاعده یگانه بازی را معین کند. یک گروه از خبرنگاران صدای آمریکا حکومت رئیس جمهور دونالد ترامپ و دیگر مقام‌های رسمی را با اتهام قطع غیرقانونی کار چند از رسانه‌های جمعیتی این کشور به دادگاه کشیدند. در عریضه شکایتی دادگاهی 6 خبرنگار آمده است که حکومت ترامپ بعد یک فرمان او برای اختصار آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا از اره برق استفاده برده است. چند ساعت بعد از فرمان دونالد ترامپ درباره تا حد امکان کم کردن کارمندان 7 آژانس فدرالی از جمله آژانس رسانه‌های بین‌المللی آمریکا تمام کارمندان صدای آمریکا را به رخصتی فرستادند و دروازه‌های بینای آن را برای کارگرانشان بستند. آژانس همچنین سرمایه‌گذاری رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی را نیز قطع کرد و این رسانه هم از بالای این قرار به دادگاه شکایت برده است. سازمان‌های حامی آزادی سخن و تحلیلگران گفتند که قطع کار صدای آمریکا و دیگر رسانه‌هایی که از حساب مردم این کشور سرمایه‌گذاری می‌شوند حکومت‌های خودکامه در سراسر جهان را دلیرتر می‌کند و مردمان کشورهای آنها را از منبع حیاتی اطلاعات محروم می‌سازد.
می‌سازد. در عریضه شکایتی از دادگاه خواسته شده است که سرمایه‌گذاری رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، رادیوی آسیای آزاد و شبکه سخن پراکنی خاورمیانه را برقرار کند. پلیس دوشنبه یک راننده تاکسی را برای دغلی و از معیار بیش مبلغی راهگیرا پرسیدن از سیاح ایرانی بازداشت کرده است. در خبرنامه ریاست وزارت کارهای داخلی در دوشنبه گفته می شود که قیام‌الدین نگمتوف به سیاح ایرانی که برای تجلیل نوروز به دوشنبه آمده بود دغلانه مناسبت نموده مبلغی راهگیرا را زیاد طلب کرده است. نظر این راننده به اتهام پلیس معلوم نیست. در خبرنامه گفته می شود که نسبت به او چاره‌های دخلدار اندیشیده می شود. در نواری که مقامات نشر کرده است سیاح ایرانی از پلیس برای رسیدگی به ارزش تشکر کرده است. او گفته است که در فرودگاه به او رقم پلیس سیاحی را دادند و وقت این مشکل پیش آمد به آنها زنگ زد. به گفته سیاح پلیس فوراً به ارزش رسیدگی کرده است. سال گذشته روابط میان ایران و تاجیکستان بیکار شد و صدها ایرانی امسال برای تجلیل جشن نوروز به تاجیکستان آمدند. در گذشته سیاحان خارجی بارها از صفت خدمترسانی در تاجیکستان و دغلی کارمندان فرودگاه و ناظران را شکایت کرده بودند. در شهر کولاب از دانشجویان دختر طلب شده است که در روزهای عید نوروز لباس چکن یا اطلس ببر کنند. نرخ یک کرته چکن هم از 500 تا 3000 سامانی بوده است و دوزنده ها نیز در این روزها سیرکارند. آیا همه توان خرید این کرته ها را دارند؟ همکار محمود جان رحمتزاده در همین باره گزارش می‌دهد. بسبی ولیزاده و همکارانش این شب و روز سیرکارند. دختران زیادی خواستند که برایشان کرته چکن و یا اطلس بدوزند. آنها گفتند دانشجو هستند و از مسئولین دانشگاه ها چنین دستور گرفته‌اند. هنرمندا بسیار زحمت کردند، تلاش کردند. کرته های نو به نو ایجاد کردیم. چکن باز زنده شده ایستاده است. باز خرید فروش ما نقص شده ایستاده است. چند سال باز در ایام بهار و به ویژه در روزهای تجلیل از نوروز دختران و جوانان را در تاجیکستان به پوشیدن لباس ملی مجبور میکنند. منظور منصبداران از لباس ملی چکن و اطلس و ادرس است. در گذشته بعضی از ساکنان شکایت داشتند که مقامات ذوق مردم و توانایی آنها را به نظر نمیگیرند. بسبی ولیزاده میگوید با گذشت وقت دختران جوان با لباس چکن و اطلس به قول اونس گرفته‌اند. چکن از سال 2018 شامل فهرست میراث غیرمادی فرهنگی است. چکن یکی از لباس‌های ملی خلق تاجیک، مخصوصاً لباس ملی خلق منطقه کولاب به حساب می‌رود. ما با عنوان کولاب شهر باستانی فخربان داریم که امروز چکن ما جهانی شده است و در هر یک جشن و مراسم ما آن را به بر می‌نماییم. یک کرته چکن از 500 سامانی تا 3000 سامانی است و زوری نه هر کس به خرید آن میرسد. بعضی از زنان و دختران اقرار شدند که آن را برای یک مدت به اجاره میگیرند. هم نوروز خوش بگذرد و هم از مسئولین دانشگاه ها گپ نشنوند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 24 مارت را فرا می‌گیرد. 24 مارت روز جهانی آگاهی از بیماری سیل است که هر روز بیش از 4000 نفر بر اثر این بیماری جان می‌دهند. 24 مارت سال 1882 دانشمند علمی طب رابرت کوخ درباره کشف باکتری آلوده کننده انسان به سیل یا توبرکولوز خبر داد. این یک بیماری خطرناک سیرایتی بوده. یک سبب پهنشویش شرایط نامساعد اجتماعی و اقتصادی گفته می شود. تاجیکستان به فهرست 30 کشور دارای حالتهای وزنین بیماری سیل به داروواری استوار داخل شده 7700 بیماری سیل دارد. 24 مارت سال 2015 در دری سامغور سوخت شهری نوی با نام سیهون بنیاد شد. نقشه مقامات این است که 250,000 نفر با زمین و منزل تامین شوند. سیهون در 9 کیلومتری خوجند جایگیر بوده. اسمش از نام قدیمی رودی سیر گرفته شده است. سیهون که برای رشد و ساختمان پره آن ظاهراً 10 ساله ها و مبلغ‌های هنگفت لازم می شود، اولین شهر نو بنیاد بعد کسب استقلالیت تاجیکستان بوده است.
24 марти соли 2017 ҳукумати тоҷикистон дар як қарор феҳристи корҳоеро зикр кард ки истифодаи меҳнати то 18 солаҳоро манъ мекунад. дар миёни 31 соҳаи ёдшуда кор дар бахши кӯҳканӣ, сохтмони нақбҳо, истеҳсол ва интиқоли қувваи барқ ва гармӣ ҳамчун кори сангин барои атфол манъ шудааст. аммо ин рӯйхат корҳои саҳро аз қабили пахтачинӣ, ҷамъоварии меваву сабзавот ва чорводориро дар бар намегирад. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 128 سومانی برابر از 100 دلار آمریکایی باشد تا 1085 سومانی ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نویدی بامدادی رسیدیم. خبر و ویدیوهای از این بیشتر را در سامانه رادیو آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. خدا نگهدارتان.